درود عرض ادب خدمت همه برای بچه گل. خیلی خوشحالم که با پارت سوم ویدیوی پوشکاپ تا 10,000 در خدمتتونیم بچه ها. بریم که داشته باشیم. دیگه از دیروز تا حالا هم دیگه مچ نزدم. اینا مچ آخری بود که روی اینترنت کلا قطع شد، گوشیم زنگ خورد و نتونستیم ادامه بدیم. بریم بچه با همون دک لاوا تیر زپ بریم بزنیم، کار جمع کنیم. 7 تا بتل نیاز داریم که وین بزنیم. چالشی هم برای خودم هست که باخت ندم. خب یه دونه تیر من میزنم سایکل بشه کارتون. اگر چیزی جلوش نزنه خب یه گلم اکسیریه، یه دونه اینفرنو این سمت که نگیره روی اسکلت دراگ. مرسی. خب مرسی هیچی نداره دیگه. وای حاجی پشمام، ای دیگه چیه؟ یه دونه هم گارد بندازیم سریع تاورشو بگیریم. فکر کنم گلمه به نظرم. یه دونه هم بالون سمت چپ. حاجی پشمام حاجی، این دیگه چیه؟ الکترو دراگ، بیبی دراگ. وای اینفرنو دراگ چی میگه دیگه؟ جون مادرت اسکلت دراگی تو نندازی ها. خب حاجی خیلی کارمون سخته. چیکار کنیم حالا؟ بذار یه لاوا از این سمت بندازم. آره مشخص شد به قول معروف گلمه. خب ببینیم چی جور میشه بگیریش اینا. خب تورنادو نکشه شانس آوردیم. یه دونه تیر، یه دونه هم زب، یه دونه هم بربر که ایزی جمع کنه کارو. حاجی این دفاع سگی باید بکنیم ها. یه تیرم بزنیم اون وسط. خب مرسی جی نوب سگی به درد نخور. چی جور باختی حاجی؟ پشمام ریخ. ساعت دکو دیدین؟ یارو فول خار مادر ضد لاوا بودا. فول خار مادر مغز ندارن دیگه. کلم پلیر کی مغز داشتی که بار دومش باشه؟ خب سریع بریم برای مچ بعدی. بچه ببین من یه لحظه نشونتون بدم فقط. یه دونه لاکی درا پوکی هم به ما نمیده. خب نگاه کن بچه ها، پشمام از ساعت زد بودن این. بلش کن حاجی. بریم برای مچ بعدی. استارتمون با یه فول زد شروع شد. این هم که هر چی زد ماه تو دکش چیده. خب بذار میزنیم دارتش بیاد جلو. یه زب میزنیم روش که دمیج زیاد نده. خب نه اصلا زب هم نمیزنیم. اکسی رو نگه میداریم. خب ببینیم برای بربر چی خرج میکنه. والکری. ما لاوامون رو بچه میریم خیال راحت. آخ اکسیر هیچی نداره یاروها. هر چی داشت رو پل خالی کرد. بالون دوتا رو میزنه اگر زپی چیزی نزنه. خب یه دونه بالون سریع هم تیر باید بیاد. پشمام حاجی پشمام. این دیگه نوبره دیگه به حضرت عباس. خب یه دونه زپ تایم دار اوکی.
مرسی. زپش هم که رید سریع الان دارت کورن احتمالا میندازه. بله و جی گود گیم. عاقل می بود ول میکرد، ولی خب متاسفانه عاقل نیست. تایم ما رو بچه ها شما رو هم میگیره. خب این دیگه چی بود آجی؟ چه دکایی دارن اینا. بالون جاش نبود بیاد به نظر من لاوار انداختم دیگه. بالون جاش نبود دوستم بیاد سمت مخالف مینداخت، میتونست اکسیر منو بیشتر بکشه، ولی از همون سمتی داد که من لاوار انداختم و به نفع خودم هم شد. ولی دیگه اشتباه حریفم بود. خب احتمالاً دکش پکا باشه. ترکیه هم هست. ببینیم که چی تو چنده داره. یه دونه زب بزنیم. کارت سایکل بشه. الکترو دراگ یا حضرت عباس. خب یه لاوای اوکی درست درمون، یه دونه اسکلت دراگ، ویزاردی چیزی پشما. میگن آجی از هر چی بخندی سرت میاد. داستان ما دقیقا شده این. خب کاش یه خورده دیرتر میکشید. حاجی باید تاورشو بگیریم. تاورش نمیره، باید اکسیر بیشتر ازش بکشم. خب ویچشو مجبور کردم که بندازه. کارمونو بچه ها چی خراب میکنه؟ تورنادوش ویچه یه دونه بربر از جلو من بندازم، دوباره بکشم بیرون. خیلی زده دیگه. شما فقط ساعت زد بودن رو نگاه کن. تورنادوش هم باید بکشه الان. یه تورنادو بلد نیست بکشه به حضرت عباس. نمیدونم چی کار میکنن تو این کاپ. سری بچه لاوار از سمت چپ میریم. الکترو دراک خیلی نرف شده نسبت به قبل بچه ها، وگرنه دهن هر چی کارت اونجا بود سرویس میکرد. خب تورنادو که نره. یه اینفرنو اینجا، یه دونه زپ تکامل. خب اشتباه کرد. جی اینم از مچ فول زد بعدی. یه دونه تیرم نکواری. گود گیم. فول زد بود یاروا. فول زد بود حاجی. پشمام ریخته. یارو پکار زده سردر کلنش داره با الکتروجن پلی میده. خب بریم با داوی خوردیم. ببینیم ترکیبش چیه. یه دونه لاواس تیز میندازیم. خب یه دونه هم اسکلت دراگ کار جمع کنم. ویز نداشته باشه تو رو قرآن. ویزارد نداشته باشه. یه دونه سری نخورا. آخ خب چه ابیلیتی بدی زد رو مانک. حالا الان البته حواسم اصلا به بومبرش نبود که بومبر داره. یه دونه سری بالون. فکر کنم بیفایده است. آره اصلا حواسم نبود بومبر داره، یعنی بربر که نمیرفتم. یه نم اکسیر خرج کردن نداره. دمیج خوبی ازش البته گرفتیم. من فقط موندم ابیلیتی مانکشو خیلی بد زد. تازه پرنسس یه شات هم زده بود.
خب مثلا تا کجا؟ خب مثلا تا کجا میخواری لاش خوری مثلا دمیج بدی؟ دهنتون رو گاهیدم با اسکیلتون. اسکیل نمیخواد که این دکه. بزن فعلا بتازون، یه جوری رنده تو میزنم که نفهمی از کجا خوردیش. این لاواش خب اینم زپ اوش. اصلا عشقم کشید هر چی اسپل دارم خرجش کنم تو بره. خب یه دونه اینفر ایور، یه دونه هم لاوا جلوش. خب یه دونه یه تیر 40 جانبه، یه تیر 40 جانبه. خب مرسی جیجی. بدو خونتون بچه جون، بدو خونتون، بدو خونتون. ریدم تو هرچی لایک بیت پلیره. مغز ندارن حاجی، فقط دارت از عقب بنداز، اوش بکن، دهن حریف رو سرویس کن. بریم ببینیم که مچ ها به کجا رسید. 400 رو چی میده؟ چرت و پرت، چرت و پرت محض. خب ببینم چقدر دیگه نیاز دارم برای اینکه برسم 10,000. فکر کنم 2 تا مچ دیگه اگه اشتباه نکنم. روی دادم که اومده آجی خیلی اوکی ها. 300 تا جمعونم ایور بگیریم. خب فکر کنم 2 تا دیگه، نه 3 تا دیگه مچ میخوایم. تا الان که باخت ندادیم و همین اوکیه. بریم سراغ مچ بعدی. با نی خوردیم. خب یه دونه گارد وسط. فکر کردم لامبر بالونه یه لحظه. بیشتر میخورد ترکیب جاینت باشه. حالا بریم جلوتر. یه دونه بالون الکتروویزشو ببینم میتونم اوور بکشم بیرون. بچه یه اینفرنو من ایور بزنم. ضبط داره، 100% ضبط داره. بله بذار میخوام ضربه دومشو بگیرم که نشد متاسفانه. البته در هر صورت میزد دیگه، حالا نمیشد کاریش کنی. خب اوکیه، خیلی اوکیه. فقط موندم هوایزن این چیه. خب یه دونه لاوا احتمالا الان میندازه دوباره لامبرجکیشو. با یه گارد آجی گارد خیلی خوبه، نرفش هم کردم ولی واقعا خوبه. آدمو لذت میده با آدم. آخ 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 ویزارد. بزن پکان ننداز جلو جون جدت. خب پکا یه دونه رو میزنه، دومی نزن دیگه. مرسی. تاورش هم بر افتاد. این از تورنادوش نداره، هوایزن دیگه نداره. سری من آجی بالون رو رد کنم. من الان الیت بربرش با چیشو بندازه که نه دیگه. جیجی. این هم از مچ بعدیش. اوکی هدف بعدی آجی 15,000. او دیگه واقعا هم طاقت فرسا هست ولی کاپ اوکی میده. 150 تا 150 تا میده و از این بابت خیلی راحت. 2 تا بتل دیگه میخوایم چون بعد نصاب 40 تا نمیرسه. خب اسپارکی خوبه، کارتام خوبه، ضبط دارم، بربرم دارم، اوکی هر جور شده باشه میگیرمش. یه دونه بالون او سمت. خب ماستیکر. خب
بر دمیج اوکی میدیم. این برم که دیگه دفاع کردیم. مرسی گارد حاجی، مرسی گارد. I love you گارد عالی. کارت اول من فوق العاده بودن. برم برای یه دونه لاو. ای بر باید حواسم باشه راش نخورم. گوبلین جاینت میاد احتمالاً، یا جاینت داشته باشه گوبلین جاینت، چیز دیگه نداشته باشی اذیتمون بکنی. حاجی این سری ندارم تو دستم به قول معروف. خب سری باید بگیرمش با این. بله مرسی. خب یه دونم بربر سیبیل کلوفت، یه دونه هم اسکیل درای بالای سرش که اگه مینی پکای چیز خاص بندازه. خب مرسی جی جی. این هم از مچ بعدی. آجی یارو خودش میدونه نمیدونه کار کنه. چه اینفری انداختم رو پل. اینفری که انداختم رو پل کار در آورد، یعنی یه سر گرفت رو اسپارکی. عالی بود. ببین باید اینجور زرنگ باشی ها. یارو اگه زرنگ بود یه ثانیه جلوتر باید مینداخت، چون میدونست من این کارو یه بار کردم روی اسپارکیش اینفر انداختم، ولی خب باز زرنگی خودمون تونستیم مچ رو وین کنیم. خب با آقای 5G خوردیم. ببینیم که چی کار هستی رفیقمون. بچه مچه آخر کلن همیشه زد میندازه، یعنی هر سری رفتیم به من لایک بیت انداخته و حسابی ما رو اذیت کرده. حالا خدا میدونه این سری چی میخواد بندازه. اوه پشمام حاجی. چی؟ چرا کار کرد؟ چرا این کار کرد؟ عجب. چرا این کار کرد یارو حاجی؟ یه فریوین مشت تو رسیدن به کاپ 10,000. همه مچا یه طرف یکی دیگه یه طرف. خیلی باحال بود. 11 تا کاپ هم بهمون داد و جی جی. این هم از رسیدن به کاپ 10,000 و صندوق هم مطالبه کنیم ببینیم چی میده توش. خب لژندری یه دونه بده ببینم چی میدی. هر چی میدی مکس نباشه. آخه مکس بود. خب این هم رسیدیم کاپ بچه 10,000. حالا دیگه میمونه برای استارت پوش برای 15,000 که اونم ویدیوهاشو به امید خدا تو 2 تا پارت 2 تا 2500 تا میذارم، چون دیگه کاپای 150 تا اینا میده، خیلی اوکی تر و راحت تر. خیلی ممنون که تا اینجای کار ما رو مشاهده کردین. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.